خب تاجیکستان 20% واکسن ضروری را در دوره برنامه کوواکس رایگان دریافت می‌کند. اما بانک جهانی 8 میلیون دلار برای خرید واکسن به تاجیکستان داده است. لطفاً میگفته که کارها برای خرید دیگر نماد واکسن ها مثل فایزر یا سپوتنیک و دیگر نماد واکسن ها تا کجا رسیده است؟ تاجیکستان آیا گفتگو دارد و کی دریافت می‌شود؟ بله، اوید دسترس کردن دیگر نمود واکسن ها از دیگر استحصال کنندگان از آن جمله روسیه، از آن جمله خیلی دوام داره و برای خریداری کردن واکسن مبلغ‌ها از طرف شریکان روز و از آن جمله از طرف حکومت بسیار کارها هست و خدا نصیب باشد ما این پایین هم در روزی نزدیک نصیب شد که ما بیارم دسترس کنیم. واکسن فایزر برای ما برای جمهوری تاجیکستان نمی‌شود. برای چی نمی‌شود؟ برای نگهداری کردن واکسن فایزر باید که در شرایط minus 80 باشد. تمام منامی سیستمای امکانی جمهوری تاجیکستان که ما امروز داریم منامی در جمهوری تاجیکستان هست در چند تا داریم؟ نه چی سکلادو کانون هفته ما منامی شرایط برای نگهداری واکسن داریم که یعنی درباره منامی واکسنایی که پلیس 2 پلیس 8 می‌سازد همه شرایط برای ما هست. از اون در مرکز سلامتی در رژیون‌ها هستن شرایط برای واکسن فایزر minus 80 ببخشید که شرایط معین کردن باید هر کس داشته باشه. یعنی واکسن روسیه و واکسن چینی است. چینی بله. که باید شرایط نگهداری شد مطابق است هم استفاده بری شد. А мы зарегистрировали какую-то вакцину на территории Таджикистана? Вот AstraZeneca зарегистрировали. И сейчас идет подготовка по поводу регистрации других вакцин. Вот коронавирус и спутник. Вакцину называется коронавирус. Коронавак. ҳастан гурӯҳи махсус ташкил карда шуда аз типномаи бубарӣ ки ҳар нафар ки муроҷиат мекунад метавонад маълумоти зарур доир ба ин ваксина бидиҳад. ҳамин хел гурӯҳ ҳастанд дар ташкил шуда. ما اویدیم مثلا یکی منامه رسیدی که ما هستیم و تمام اخبارات و معلومات رو باید دارم کسی که مراجعت میکنن مرحمت باید می‌کنیم که منامه روز پیشنهاد شما کردین ما منامه رقمی که داشتیم که 511 باز منامه رقم شما جلوگ میکنیم منامه تمام شهروندان که میتونن که با هم مراجعت کنن اویدیم منامه در مسئله هم امگذرانی هم وقت امگذرانی که ما سر کردیم اگر به وقتی ما خطر میشید که یکم اوریزه یکم چی میشید بس آلوشو جا میدن مویره هست وقت کرشم اون بود جلوگ میکنیم